بهت قول میدم اگه فقط یک بار جوجه رو این مدلی مرینت کنی و بپزی عاشقش میشی. یه جوجه 900 گرم تا 1 کیلو رو اضافاتش رو بگیرین و از وسط سینه برش بدین. یه پیاز درشت رو رنده ریز کنید، آبش رو کامل بگیرید. آب پیاز رو همراه با زعفرون و آب لیمو و نمک و فلفل مخلوط میکنیم و با سرنگ به بافت داخلی جوجهمون تزریق میکنیم. برای مرینیت قسمت بیرونی جوجه به ترتیب زعفرون دم شده، سویا سس، تفاله پیازی که آبش رو گرفته بودین، نمک و فلفل سیاه، آب لیمو و روغن زیتون میریزیم و خوب ماساژ میدیم تا تمدار بشه. 3-4 ساعت میذاریم داخل یخچال تا مرغمون خوب تم بگیره. بعد سنگ هایی که از نونوایی تهیه کردیم رو بعد اینکه کامل ضد عفونی کردیم میریزیم داخل قابلمه، مرغ رو روش قرار میدیم، یه مقدار روی سنگ ها آب میریزیم تا مرغمون موقع پخت خشک نشه. 2 ساعت بهش زمان میدیم با در بسته و حرارت ملایم بمونه روی گاز تا کاملا مغز پخت بشه.